في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وقت ما خیلی کم هست و مباحث بسیار زیاده. حتی الامکان باید در بحث‌های خود صرفه‌جویی کنیم و به صورت خلاصه و جامع براتون مطالب بیان بشه. بحث همونطور که میدانید بررسی و نقد سلسله‌های گوناگون صوفیه است و ما در این بررسی و نقد در جلسه گذشته فرقه اهل حق رو براتون بررسی کردیم در حد یک جلسه. کتاب‌ها رو گفتیم، تاریخچه رو گفتیم براتون و به یکی از مسائل اعتقادی بسیار مهم اهل حق ما در جلسه پیشین توجه پیدا کردیم. اگر فراموش نکرده اید عرض کردیم اهل حق حلولی هستند. معنای حلول را هم جلسه گذشته براتون توضیح دادیم. یعنی معتقدند که ذات مقدس خدای متعال در هر زمانی در بدنی از بدنهای انسانها وارد می شود و از جمله از کتاب بسیار معتبر شاهنامه حقیقت حاج نعمت الله جیحون آبادی پدر آقای نورعلی الهی ما براتون ابیاتی رو خوندیم دال بر این که العیاذ بالله ثم العیاذ بالله وجود مقدس امیر مومنان علی علیه السلام این ذات خداست که در بطن جناب فاطمه بنت اسد ورود کرده و به صورت علی ابن ابی طالب بیرون آمده. گفتیم براتون که البته این قضیه فقط خاص امام علی ابن ابی طالب علیه السلام نیست، بلکه در مورد بزرگان دیگر نیز اینان چنین اعتقادی را می‌دارند. دنبال ماجرا را از همینجا پی بگیریم. از بزرگترین بزرگان اهل حق شخصی به نام شاه خوشین هست. ماجرای ولادت او درست مثل ماجرای ولادت مولا علی ابن ابی طالب میمونه. اجازه بدید که ما ابیات رو بخونیم. خود ابیات گویاست واقعا. ابیات از شاهنامه حقیقت حاج نعمت الله جیحون آبادی. یکی داستان از جهان آفرین بیا بشنو از مظهر شه خوشین. مبارک بودی نامش از اصل کار خوشین شه لقب شد در آن روزگار. اسمش مبارک بود، لقب شاه خوشین شد. خب حالا ایشون از کجا درست شد، از کجا به دنیا آمد؟ زئیل لرستان قوم سترگ بودی مرورا دستگاه بزرگ. پس ایشون لر بود اصلا. خردمند دانا و دانش پذیر یکی دختری داشت او بی نظیر. قضا روزی آن دختر ماه چهر نشسته به جایی که تابیده مهر. دختری بوده در میان این ایل زندگانی میکرده، خیلی زیباروی بوده. یه رو نشسته بوده در جایی که آفتاب میتابیده. یکی ذره از خور بیامد دوان فرو شد به کام شه بانوان. یک دونه از ذرات خورشیدی رفت داخل دهان این دختر بسیار زیباروی. بشد حامله دختر از ذره نور که آن نور از حق نمودی ظهور. اون ذره نوری که رفت در داخل بدن
این دختر چه کرد؟ او رو آبستنش کرد. اسم این دختر چه بوده؟ جلاله بوده و بعد هم به نام ماما جلاله معروف شد. الان معروفه. جلاله در آن وقت چون بکر بود، شب و روز این بار در فکر بود. خب او که با مردی ازدواج نکرده بود، چه علت حاملگیش چی شد؟ حاملگیشون ذره خورشیدی بود که رفتش و حامله کرد. پس از چند مه گشت بارش ثقیل، پدیدار از آن نور رب جلیل. هی مرتب شکم چی شد؟ اومد جلو. خلاصه داستان هم تو ادامه داره. از میان قومش رفت. در واقع تقلیدیه این ابیات از قرآن کریم در داستان حضرت مریم سلام الله علیها. خودم همین حرفا رو میزنه دیگه. وقتی که مریم حامله شد به خاطر اینکه زخم زبون نخوره، خلاصه از میان قومش اولا بسیار خودش رو کمتر ظاهر میکرد، بعد موقع زایمان هم رفتش خلاصه بیرون. این تقلیدی از همون، البته افسانه است که از اونجا تقلید گرفته. به هر حال از میان قوم پدرش رفت بیرون. ایامی جلاله ذیل پدر، ز ره باز مانده ز خود بیخبر. به تنها بماندی در آن سرزمین، نبود باورش جز جهان آفرین. بنالید گفت ای جهان داورا، کمینه توی یار و هم یاورا. پناه هم به جز تو نباشد به کس، تو درماندگان را به فریاد رس. جلاله به این فکر بود ناگهان، رسیدند بر او سه تن در زمان. از ایل پدر به دور افتاده، داره با خودش فکر میکنه، داره با خدا حرف میزنه، خدایا برای یاریم بکن. در این هنگام سه تن اومدن سراغ او. بدیدند اون سه تنی که آمدن پیش ماما جلاله چی دیدن؟ بدیدند آن ذات خاوندگار، به بطن جلاله نهاده است بار. خاوندگار هم خداوندگاره، یعنی ذات خود خدا آمده در درون چی قرار گرفته؟ در درون رحم ماما جلاله قرار گرفته. حالا چطور میشه ذات خدای متعال یک ذره از ذرات خورشیدی باشه، بره در بطن جلاله و خلاصه اونجا بزرگ بشه و او رو حاملش بکنه و تا اینکه او رو به دنیا بیاورد. خب این سه نفر دیدن که این راه رفتنش خیلی بد و خیلی سنگین است و به هر حال گفتن چیکار بکنیم؟ بیاییم برو سوار یه دونه گاوش کنیم، گاو بتونه حملش کنه بره در داخل ایل. گران است چون ذات آن کردگار، نداریم قدرت ورا کرده بار. چه گاویست قدرت کشد بار او، جهان مایل است پس به دیدار او. مگر ذات حق خود بود یار ما، به گاوت کنیم بار از امر شاه. مخور غم ایا بانوی خوش لقا، گران گشته بارت ز ذات خدا. ناراحت نباشی یه وقتی ها، درسته الان داری رنج میکشی اما باید افتخارم بکنی، چون باری که تو در میان دلت داری ذات خود خداست. به هر حال میرود و برسد به دنیا میآورد و وقتی هم به دنیا آمد اون وقت همه ریختن با خدمت العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. ذات خواهندگار بدن سراغش. خلاصه هی گفتن دورستان همه از صغیر و کبیر، خصوصا غلامان روشن ضمیر دوان آمدند تا به بابوس شاه رسیدند. کردند بر وی نگاه چو دیدند ذات جهان آفرین. شاه خوشین ذات خود خداست. نمودند سجده به روی زمین. این هم شد خدای دیگری. پس یه نوبت دیگه تجلی خدا و ظهور خدا از طریق کی شد؟ ماما جلاله شد. ماما جلاله به هر حال توجه کردید اینجور ذات خداوند رو به دنیا آوردش. مطلب دیگر و شخصیت دیگر که از همه‌شون بزرگتر، البته شخصی به نام سلطان سوهاکه که به خودشون بین خودشون به تخفیف میگن سلطان، دیگه سوهاکش هم نمیگن دیگه. سلطان سوهاک حتی به نظر اینها، میخونیم مدرک شمارتون، از علی ابن ابی طالب هم بالاتره، از او هم بالاتره. داستان سلطان سوهاک خیلی داستان جالب تریه. لذا وقتی میخواد تیتر بزنه برای داستان ولادت سلطان سوهاک اینجور تیتر بزنه: حکایت ظهور ذات حق،
حکایت ظهور ذات حق به جامعه حضرت سلطان سوهاگ و بنای آیین حقیقت و ساقینامه. حکایت ظهور ذات حق به جامعه حضرت سلطان سوهاگ. این داستان عجیب غریبیه، خیلی داستان عجیبیه. اینجا جای ماما جلاله عوض میشه، یه زن دیگری به میان میاد. او زن دیگر اسمش خاتون دایراکه. این لغت البته کردی است، بهش میگن خاتون دایراک. داستان حامل شدن او داستان عجیب غریبیه. برای حامل شدن او دیگه ذره خورشیدی نمیاد داخل بدنشون ورود بکنه، بلکه شاهبازی میآید بر روی دامن او می نشیند. به نشستن آن شاهباز به روی دامان خاتون دایراک مسئله حاملگی او محقق می شود. حالا او شاهباز کی بوده؟ او شاهباز خود خدا بوده که بشتن شاهباز در آمده بیرون. اینا همش تو این ابیات اینجا هست. هر کی هم خواست بیا نزدیک ببینه. خدا به شکل‌های مختلف خلاصه ظاهر می شود. مشکل شهباز در میاد بیرون و ذره خورشیدی میشه و نظیر این گونه امور. حالا منبع این حرفا کجاست؟ از کجا در آمده؟ به چه برهانی باید قبولش کرد؟ دیگه چه عرض کنم اونا رو دیگه. اون وقتی میخواد بحث بکنه در مورد خود این بزرگوار، دیگه اون وقت او تا دلتون بخواد انقدر میره بالا که اون سرش ناپیدا. بخوانند او را به سلطان سوهاگ که بود مظهر حق به آن ذات پاک. اصلا خود خداست که آمده، خود خدای متعال است و در میان این حضرات از همشون هم بالاتره. این بحث رو نمیخوام خیلی دنبال کنیم، بخوام دنبالی بحث بریم از بحث دیگه میمونیم اجمالاً. پس عنایت داشته باشید اگر بخوایم. البته خودشون حرفا رو نمیدونن، یعنی شما در میان 1000 تا از این افرادی که معتقد به آیین حقیقتن به قول خودشون اهل حقن سوال کنی، یک نفرشون بلد نیست بگی که من اعتقادم چیه. اعتقاد همینه. این یاوه ها و بافته هایی که خلاصه معلوم نیست بخار معده کی بوده به این صورت در آمده بیرون. خدای نامحدود، خدای نامتعین، خدای نامرئی، ذات مقدس الوهیت به شکل‌های گوناگون در میاد. در یکی از بحث‌های دیگری که این حضرات باید بهش معتقد باشند از جمله اصول اعتقادی اینهاست بحث تناسخه. من نمیخوام وارد بحث تناسخ از مسیر اسلامیش بشم، اون حاله بحثی که جای خود داره. فقط براتون عرض بکنم ما در اسلام به صریح قرآن کریم تناسخ رو باطل میدونیم. معنای تناسخ هم اینه که روح انسانی بعد از ترک بدن به یک بدن دیگری وارد بشود تو همین دنیا. این محال عقل و از نظر شرع هم آیات فراوان قرآن کریم. حتما مراجعه کنید به سوره مبارکه مؤمنون. اونجا براتون میگوید این آیه شریفه ای که کاملا روشنه. قرآن کریم این مطلب را بیان میکنه، مجدد تکرارش میکنم. قرآن کریم این مطلب را برای ما میگوید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. یه آدم بدکاره‌ای که اینا عمدتاً هم آدمای بدکاره رو میگن، یه آدم بدکاره‌ای وقتی زمان مرگش میرسد اون وقت میفهمه که همه چیز حقه، زندگی بعد از مرگ درسته، حساب کتاب درسته، بهشت و دوزخ درسته، همه رو ببین اونجا نشون میدن. هیچی هم با خودش توشه نداره. میگه خدایا مرا باز برگردان
که آنچه از اعمال صالح و شایسته از من فوت شد و انجام ندادم مجدد به دنیا برگردم و انجام بدهم. این درخواستی که او میکنه پاسخش چیه؟ کلا. کلا به لحاظ ادبیات عرب میگن حرف رد و منعه، یعنی این درخواست او به هیچ وجه مستجاب نمیشه. انها کلمتون هو قائلها، این که خدایا مرا برگردون حرفی که او داره میزنه. واقعیت چیه؟ و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، بعد از مرگش یک زندگی دیگری آغاز خواهد کرد به نام زندگانی برزخی. تا کی؟ تا روز قیامت. این آیه قرآن را هیچ نوع تعویل و توجیه رو برای مسئله تناسخ باقی نمیذاره. البته بهتون بگم اینم مسئله تناسخ خودشون نگفتن این حرفا رو. مسئله تناسخ یک مسئله است که سابقه دراز داره و اگر بخواید قدمتشو پیدا کنید و ریشهشو پیدا کنید باید برید به تعلیمات بودا مراجعه کنید. اونجا یکی از مسائل اساسی فلسفه بودا یا بودیسم مسئله تناسخه. اینا از خیلی جاها گرفتن، از جمله از بودا هم گرفتن. حالا در شاهنامه حقیقت ابیات 767 به بعد براتون میخونیم. اگر میل داری ز گلزار حق بشینید گلها ورق در ورق، بباید کنید عهد با من کنون، به قامت بپوشید چند جام و دون. دون یعنی لباس، این جامه. بنوشید بر کام زهر زمان، بگردید در در هر مکان. گهی با گدایان گهی با شهان، بباشید در دون گردش کنان. ز روز ازل تا به روز شمار، بپوشید جامه به تن 1000. 1000 یعنی هر فردی رو معتقدن که 1000 نوبت 2 مرتبه بعد از مرگش به این دنیا چه میکنه؟ برمیگرده. حالا برای چی این کار واقع میشه؟ خدایی که حکیمه چرا این کار میکنه؟ جواباشو خیلی جاها دادن. این جواب ها قبل از این که البته به دنبال بحث پاسخ این قضیه بریم بد نیست، اونایی که دارن یادداشت میکنن ایران بنویسن. عرض کردیم در بحث اولمون که اینا معتقد به حلولن. حلول یعنی چی؟ یعنی گفتیم ذات خداوند بیاد و در یک بدنی وارد بشه همراه با ذات خداوند علیاذ بالله ثم علیاذ بالله از این مزخرفات و شرکیات. علاوه بر این قضیه در هر زمان که خداوند میاد یک زن قدیسن باش میاد، یه چند تا هم فرشته با خودش میاره هر دوره. دوران‌ها اینا 7 تا بیشتر نیستش. اونایی که میخوان بنویسن مطلب رو. پس 7 دوران داریم و 7 طور داریم که خدا در بدنهای انسانهای خاصی چی کرده؟ حلول کرده. دور اول، تجلی اول میگن خاوندگار. البته این هم تنگی قافیه است. خاوندگار که همش خاوندگاره، در کدوم بدنی حلول کرد دیگه نمیگن اینو. خاوندگار. فرشتگانی که باش اومدن جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزازیل، این 4 تا باش اومدن. زن قدیسی که با خدا اومد پایین اونو دیگه ندارن، اونجا علامت سواله. دوران دوم دوران وجود مقدس مرتضی علی سلام الله علیه است. افراد بزرگ و فرشتگانی که با اومدن سلمان، قنبر، حضرت محمد، نصیر و فاطمه. اون زن قدیسه کی بود؟ فاطمه زهرا بود. جلسه قبل یادتون نرفته داستان معراج پیغمبر رو نقلش کردیم براتون. اونجا گفتیم که تازه پیغمبر علیه بالله مقام علی ابن ابی طالب را بعد از معراج دانست و خواست بره برای مردم علی رو معرفی کنه که علی اجازه نداد بهش این کارو بکنه. اینها مطمئنا مقام علی ابن ابی طالب رو بالاتر از پیغمبر اکرم میدونن، ولو به ظاهر هم بگن که ما نه اینجور نیستش. دوران سوم دوران شاخوشینه. افرادی که باش اومدن بابا بزرگ، کاکا رضا یا رضا، کرفقی، بابا طاهر همدانی دیگه کیر رحمه الله سلام اون رفتن و زن قدیسه ماما جلال است. خب
دوران چهارم سلطان سوهاکه. بزرگانی که باش اومدن بنیامین، داوود، پیر موسی، مصطفی داوران و زن قدیسان طبیعتا خاتون دایراک دیگه. خب دوران پنجم شخصی به نام قرمزی یا شاویز قلی، ایشون تشریف فرما شدن خلاصه به صورت خدای متعال و فرشتگان کمریجان، یاریجان، یارلی، شاه سوار آقا، اینا هم بزرگانی هستن که همراهش اومدن. یک خاتونی هم اومده به نام زدیار. خب این هم میشه. خب دوران ششم شخصی که اومده به نام محمد بکه، هم محمد ها نوشتن، محمد بک. اونایی که باش اومدن جمشید بک، الماس بک، عبدال بک دیگه و پریخان شرط همون زن قدیس هست که حالا پریخان شرط. دوران هفتم شخص بزرگی که آمد در لباس خدا خان آتش بوده. افراد بزرگی که همراهش بودن خان جمشید، خان الماس، خان عبدال و بعد هم اون زن قدیس هم دوستی خانم بوده. البته اینا این هفت دوران به هر صورت فراموش نکردی جلسه گذاشته عرض کردیم اینا دو جور کتاب دارن. یکی اینه به نام برهان الحق. دقیقاً در این کتاب اصل تقیه به شدت مراعات شده. یه باز تکرار میکنیم این کتاب رو نوشتن که در بین مردم منتشر کنن، بنابراین هیچ مطلبی از اسرار مگو در اینجا تقریبا نیامده مگر با دقت نظر فراهم بشه یه سری حرف پیدا کرد. اما این دوتا کتاب اینجوری نیست. آثار الحق اینها دو جلد کتابی است مال خود آقای نورعلی الهیه، در جلسات خصوصی گفته. بعد ظاهرا آقازاده‌اش آقای دکتر بهرام الهی برداشته رو نوشته. خیلی از حرفایی که در اونجا نیاوردن و به دلیل تقیه شدید نتوانستند بیاورند در اینجا آمده است. نگاه کنید این مسئله تناسخ رو. البته بحث فقط بحث تناسخ نیست، کار از این جلوترم میره. اگر روح یک انسان بعد از ترک بدنش به بدن انسان دیگری وارد بشود یا علاقه پیدا کنه، تعلق پیدا کنه، بهش میگن تناسخ. اما همواره این نیست که روح انسان به بدن انسان دیگری، ممکنه حتی در ایمان حیوانی هم در کار باشه. حالا میخونیم شاکارایی که آقا در جلسات خصوصی خودش بیان فرموده است. یک بشر ممکن است، آثار الحق جلد اول صفحات 2 و 3، یک بشر ممکن است در اثر جدیت در همان بشر اولی 1000 عالمش طی بشود. تخفیف هم نمیدن، یعنی هر کسی باید 1000 نوبت به این دنیا بیاد و بره. ممکنه منتها یک کسی به علت کار خوبی که انجام میده همون بار اول آمدنش 1000 دورانش طی بکنه و به کمالش برسه، و یا ممکن است 1000 دون بیاید و یک عالم هم طی نکند. بستگی به کوشش فرد و استعدادش دارد. چنان که از حضرت پیغمبر میپرسند ای خدا بگم چه دراز روزی این 50,000 سال، میفرماید به خداوندی که محمد را خلقت کرده برای بعضی از اشخاص به اندازه این که من 2 رکعت نماز بخوانم طول میکشه تا به کمال برسند. اصلا چنین سخنی از پیغمبر ما نداریم. این که داره این میگه آیه قرآن، اول سخن پیغمبر هم نیسته. ان یوما عند ربک که 50,000 سنه. روزای قیامتی اصلا ربطی به این دنیا هم نداره. حالا درب تخته میچسبه نمیچسبه، سیریشم میخواد نمیخواد، خلاصه یه جوری باید سر این بندگان خدا رو ما شیر مالی کنیم. خب ولی به هر حال آمدن در صفحه 20 همین کتاب یه عبارات خیلی عجیب غریب میگه. قدر دینتون رو بدانید، قدر آیین تشیع رو بدونید، گرفتار انسانهای دنیا پرست و جاه طلب نشید. این خرق بازی ها، این دکانداری ها، این بازی های خانقاهی از بالا تا پایین تمامش بازیگری است. معطلتون نکن. انشاءالله
نقد همه فرقه ها رو خواهیم کرد، مستدلن براتون خواهم گفت که اینا سرشون آخرای دیگه بنده. خلاصش اینه. گفتار 42: مرام ما آخرین مرام است و تا قیامت هر وقت اسمی از دین بیاید همین است. من آنچه که به درد دین میخورد، خوب دقت کنید، و اسمش دین است، از تمام ادیان جوهرکشی کرده و گفتم. ببینید چی شد؟ من تمام ادیان رو بررسی کردم، از هر دینی هر چیزی به درد میخورده گرفته آوردم برای شما. این یک صلح کله. این حالت التقاط بهش بگیم. ما کسی به قرآن معتقده، به روایات اهل بیت معتقده، چه نیازی به تورات و انجیل و زبور و اوستا اصلا داره؟ یعنی چه چیز ممکنه در اونها باشه که در قرآن و روایات ما نباشه؟ حالا منت هم میذاره از اینکه رفته دین ملغمه‌ای درست کرده، از تورات گرفته، از انجیل گرفته، از زبور گرفته، از بودا گرفته، اتکا و قرآن گرفته، به هم دیگه چسبونده شده شی دین حق. به این هم افتخار میکنه. خیلی جالبه. خب از دستورات و احکام و سیاست و غیره که به درد دین نمیخورد حذف کردم. وقتی قرار شد خدا در بدنهای مختلف حلول بکنه ها، در 7 دوران، در 7 بدن، مشکل نیست که یه دفعه در کتاب ایشون، در جلسات خصوصی ایشون با یک خدایی برخورد بکنیم که همچین مشخصاتی داره. نگاه کنید صفحه 56 جلد اول آثار الحق جناب آقای نورعلی الهی. این چی فرموده ایشون؟ فقط از خدا بخواهید امتحانتان نکند، چنان روی آن نقطه حساس میزند که رو نوشته، چند تا نقطه گذاشته. ما میگوییم خدایا، گوش بدید، ما میگوییم خدایا بیا جان آن سیبیل هایت ما را به رشته امتحان در نیاور. خدای سیبیل دارم از قول آقای خلاصه نورعلی الهی ما پیدا کردیم. الحمدلله. صفحه 141 همین کتاب آثار الحق جلد اول میگه تورات و انجیل هم که تحریف و تحذیف شدن. فقط قرآن است. اعتقاد هر مسلمانی درباره قرآن چیه؟ این قرآن همان قرآن زمان پیغمبره. شما یک نفر مسلمان در تمام زمین سراغ ندارید. چرا؟ در کتاب اون لعنت الله علی احمد کسروی به نام داوری، اونجا 2 سوره قرآن رو برشته به قول خودش آورده، میگه شیعیان معتقدن که این 2 سوره در قرآن بوده، حذفش کردن. این حرف مال اونه. وگرنه مسلمانان عالم، شیعه و سنی کلن و تورن، میگن این قرآن همان قرآن زمان پیغمبر اکرمه، یک کلمش این ور اون ور نشده. غیر از این مطلب نگاه کنید. حالا اینه که سنگ دین و اسلام به سینه میزنند. تورات و انجیل هم که تحریف و تحذیف شده اند. فقط قرآن است. یعنی شما وقتی میخونید فقط قرآن است، منتظر چه جمله‌ای هستین؟ که بگید تنها کتابی است که تحریف و تحذیف یعنی حذف شدن نشده. اما نگاه کنید فقط قرآن است که از آن تحذیف شده. آنچه مربوط به خانواده علی بود ولی در آن هیچ تحریف نشده است. اینو کی گفته؟ احمد کسروی گفته. و ایشون از کجا گرفته نمیدونم. در صفحه 149 کتاب مزبور که براتون داریم میخونیم ازش میخوانیم. خوب گوش بدید. من مخالفم. میگویند پیغمبران معصومند. من با این که بگویند پیغمبران معصومند چیم؟ من مخالفم. جز خدا که هیچ نقطه ضعفی ندارد مخلوق بدون نقطه ضعف نمی شود. سوال واقعا اعتقاد اسلامیه. این اعتقاد واقعا اعتقاد شیعیه. شیعه ها که معتقدن نه که اینقدر سنگ علی به سینه میزنن، سنگ امام حسین به سینه میزنن مثلا، البته
شیعه ها معتقدند که پیغمبران از بدو ولادت تا به هنگام مرگ اینان معصومند. اگر بحث شیعیست از ابتدای ولادت تا مرگ، برخی از امور به عنوان ترک اولاست که الان جای ترش هم اینجا نیستش، این اعتقاد شیعیست. ایشون فرمودن بنده مخالفم که بگن پیغمبران معصومند. نه خیر، چون جناب عالی مخالفید پس ما هم بگوییم که قرآن نگفته است انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. نگفتم چه مطلبی رو. باز شاکار دیگری فرمودن ایشون، صفحه 321 جلد اول، در گردش دون بدون، همون تناسخ است، دون بدون یعنی جامه به جامه شدن، استثناءً زن مرد یا مرد زن می شود. ایشون چند تاشون سراغ داشته خلاصه بگه اینا مرد بودن در زندگی قبلشون و چند تاشون بگه اینا قبلا زن بودن. ولی هیچگاه در بین اولیا چون این تغییراتی نخواهد شد. با صفحه بعد شیرین تره، صفحه 322، این که میگویند حوا از آدم آفریده شده من مخالفم. خدا از اول اناث و ذکور را با هم ساخت، کار به نوشته قرآن و کتاب و حدیث هم نداره. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی، آیه اول سوره نساء، خلقکم من نفس واحده و خلق منها. اصلا قرآن سری داره میگه. چون میگه من مخالفم. خیلی خوب مخالف باش. باز از نظر علمی ماشاءالله فوران دانش کرده. صفحه 340، آیا دیو واقعا وجود داره و یا وجود نداره؟ جنیان هستند، درست، فرشتگان هستند، اینها قرآن کریم به وجودشون تصریح میکنه. اما آیا موجودی به نام دیو اصلا وجود دارد و یا ندارد؟ مطمئناً نیست. این تصورات باطل بوده، اساطیر اولین بوده. لذا افرادی که مشکلات روانی پیدا میکردن به تصور واهی این قضیه که موجودی به نام دیو در اونها ورود کرده بوده بهشون میگفتن دیوانه. دیوانه یعنی قبول یک موجودی به نام دیو که اصلا وجود خارجی ندارد. ایشون نه تنها به وجود دیو معتقده بلکه به فراوانی هرچه زیادتر با اینها دمخور و محشور هم بوده. لذا براتون اصلا توضیح میده که اینا چه شکلی هستن. جنها سرخ رنگ هستند مثل آتش، چشمشان عمودی است، چشم الفی، پاهایشان کوتاه و گرد است و چیزی شبیه به سم می باشد، نه اینکه سم واقعی باشد. دیوها خاکستری رنگ و خشن هستند. حالا کجا پیدا کنیم دیو ببینیم واقعا حالا خاکستری است و خشن است یا خیلی لطیف است و خلاصه. در صفحه 362 باز اظهار لطف فرمودن به خانم ها، به خاطر خوش آمدن خانم ها. من با دو زنه شدن سخت مخالف هستم، زیرا هیچ فرقی نیست. الله اکبر، اینا حرفای اسلامی ها. زیرا هیچ فرقی نیست بین این که زنی برود و دو شوهره بشود یا مردی برود و دو زنه بشود. این حرف قرآنه. صفحه مقابلش، زن از لحظه ای که اظهار تمایل به جدایی کرد از آن لحظه دیگر بر مرد حرام است. بله دیگه همینجور فتوا رو صادر بکن. خلاصه به عقیده من زن همان آنی که به شوهر بگوید من تو را نمیخواهم به او حرام است. منم بغل نوشتم تو کی هستی آخه؟ توجه فرمود. به عقیده من. اینجا قشنگتر رفته. صفحه 394، به دوستان توصیه میکنم هیچ وقت نسبت به خلفای ثلاثه مخصوصا ابوبکر و عمر بی احترامی نکنند. اینم توصیه آقای شیعه خالص خلص هزار آتشه. پس شخصی که مقابل قرآن کریم وای میسه، اولا بحث تحذیف قرآن مطرح میکنه، بعد دو زنه بودن آدم رو
بعد از اون لحظه‌ای که زن به شوهرش گفت نمیخوامت، بهش حرام میشه و این فتواهای گوناگونی که صادر فرمودن خلاف دین و آیین و بعد هم خدای متعال زن رو از مرد نیافریده، خلاف خود آیه قرآن. حالا این چه ادعایی هم داره میکنه. صفحه 492 ما سعادت داشته ایم در شریعت محمدی نشو و نما نموده ایم و افتخار بالاتر آنکه مذهب شیعه اثناعشری جعفری داریم. ارواح خاله جانت، این حرفا که زدی دال است برای اینکه تو شیعه خالص و خلصی هستی. زهی سعادت و توفیق برای ماست که در مغز آن مذهب شریف مسلک اهل حق، یعنی نکته آخری حق و حقیقت ظاهر شده است. ما تازه شیر کشیده چی هستیم؟ خلاصه مذهب حقه جعفر هستیم. این هم حرفاش بود و بهترش رو هم انشاءالله بعدا براتون خواهیم گفته. صفحه 536 جلد اول. با اینکه ذات علی و سلطان یکی، سلطان مراد سلطان سوهاکه، با اینکه ذات علی و سلطان یکیست و شیدای هر دو هستم، اما سلطان را از علی بیشتر دوست دارم. چرا حالا؟ صفحه مقابل ذات سلطان چون بعد از علی است تکمیلتر از علی است. یعنی سلطان سوهاگ از آقا علی بن ابی طالب رفت کجا؟ رفت بالاتر. من چی از اصلا همچه کسی بودی یا نبودی. باز میریم سراغ مطلب دیگری. صفحه 600 ببینید چه آدم مردم آزاری بوده. ببخشید یه حرفایی که ایشون زده تو جلسات خصوصی هم گفته. میگه خدمتکاری داشتم به نام ننه ملک، نورعلی میگه، که در بچگی به من خدمت میکرد. شب تا صبح میآمد برایم قصه میگفت تا خوابم ببرد. چند موی بلند روی سینه‌اش رویده بود. سینه زن بدبخت. دانه دانه آنها را میکندم و اجازه نداشت خم به ابرو بیاورد، یا اینکه سوار دوشش میشدم و از او میخواستم با چشمای بسته مرا از پله ها بالا و پایین ببرد. تا یک روز قهر کرد و به منزل برادرش رفت. اینقدر این پیرزن بدبخت رو اذیت کردیم، خلاصه مظهر خدا و ذات خدا و نظیر اینا. رفت سراغ برادرش. برادرش درویش آقایار به اون میگوید بدبخت، خوشت نمی آید که دلدل مولا شده ای. مولا یعنی خود آقای نورعلی الهی، اونم اسمشه. توجه فرمودید. اهل حق در خیلی جاها با دیگر فرقه های صوفی با هم دیگه اشتراک مطلب پیدا میکنن. از جمله این تجلی خدا در افراد دیگر غیر از اون هفتایی که نقل کرده. اینجا اشتراکاتشون با صوفیه است. در صفحه 601 همین کتاب آثار الحق این مطلب براتون بخونم. بچه بودم، 9 تا 11 سالگی. روزی سوار بر اسب از کنار عده‌ای کولی که در زیر درخت‌های پایین ده جیهون آباد چادر زده بودن عبور می‌کردم. جیهون آباد نزدیک صحنه کرمانشاه. ناگاه جلوه ذات حق را در یکی از بچه‌های کولی یا دختر بچه‌های کولی دیدم. اگر قرار باشه ذات حق در انسان‌های معمولی هم تجلی بکنه به قول شما، پس دیگه افتخار برای اون 7 نفری که خدا اومده در اونها حلول کرده چی میشه؟ به این ترتیب هر فرد انسان میتونه خدا بشه. لذا این همه تعظیم و تجلیل درباره سلطان سوهاگ و شاه خوشین و نظیر اینها هیچ وجهی پیدا نمیکنه. نگاه کنید صفحه 644 همین کتاب. درباره روش خودم به نجف رفتم و از علی پرسیدم. علی هم که میگه علی تنها میگه ها، نه حضرت علی نه امیرالمومنین، هیچی. از علی پرسیدم. البته نمیگه چطور پرسیدم. دیدمش، زیارتش کردم، به خواب رفتم، در عالم رویا بوده، خلسه بوده، نظیر اینها. ایش نقل میکنه.
در خواب به من فرمودند دین تو دین ابداعی است. ابداعی یعنی بدعت گذاری، یعنی اموری که در داخل دین نیست در دین وارد کردن و این چیزی است که پیغمبر لعنت کرده، خود مولا علی ابن ابی طالب لعنت کرده و تمام ائمه ما بدون استثناء آن کسی را که نوآوری در دین بکنه لعنتشون کردن. حالا آقا مدعیه که در عالم رویا یا عالم بیداری خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسیده، امام به او فرمودن دین تو دین ابداعی است ولی نیک ابداعی است. تو سرهمبندی کردی به قول خودت در تورات و انجیل و زبور و اوستا و بودیسم و همینه گرفتی آوردی، یه سری هم اجتهادات شخصی کردی، یه سری هم چسبونی مسائل اسلامی، این کارا رو کردی، اما کار قشنگی کردی. واقعا شما فکر میکنید که علی ابن ابی طالب چنین جمله ای رو بگوید؟ یقینا غیر از این است و یقینا علی چنین مطلبی نگفته. باز صفحه 647 ایشون باز حکم میده درست مقابل قرآن کریم. نگاه کنید: توصیه من به خانوادم این است که تعیین جانشین نکنند، آن ذره خودش به آن شخص میتابد، باید همگی مانند یک عضو باشد. یا توصیه خانگیش. فرق بین پسر و دختر نگذارند، ارث به تساوی باشد. هر بچه‌ای که با قرآن آشنا باشه میفهمه وللذکر مثل حظ الانثیین. این آیه قرآن صریح هم در ارث بردن برای مردان 2 برابر کی است؟ زنان هستش. تو این حرفو از کجا آوردی؟ برای چی گفتی اصلا همچه حرفی رو؟ ادعاشم این است که من رفتم در آیین‌ها گشتم، مخصوصا که در من شریعت پیغمبر اکرم بزرگ شدم، از این شریعتم چی رو قبول کردم؟ آیین مقدس تشیع رو قبول کردم. این آقایی که این ادعای گنده رو میکنه اینجا چی میگه؟ درست مقابل قرآن کریم داره وصیت میکنه، خلاف قرآن کریم. قرآن میگه زن و مرد سهمشون یکسان نیست، دختر و پسر یکسان نیستن و ایشون فرمودن مخالف هستم که 2 قسمت پسر و 1 قسمت دختر ببرن. در صفحه 686 هم باز این داستان دون بدون شدن رو مطرح میکنه. من در چند دون پیش در نزدیکی ده قزوینه کشته شدم. خودشو داره میگه. زندگی های گذشتم که آمدم و رفتم، در یکی از این زندگی ها که برگشتم من گرفتن کجا کردن؟ اونجا سرمو بریدن. حالا هم هر وقت از آن مکان رد میشوم چندشم میشود. درست شد؟ هر وقتم از اون مکان رد میشم، قزوینه دیگه نزدیک صحنه کرمانشاه اونجا بسن. و خاطر اینکه قبلا سر من رو بریدن در زندگی های قبلیم اونجا 2 مرتبه گرفتن. این حرف عرض کردم براتون، این حرف بحث تناسخ قطعا و یقینا مسلما با آیات فراوان قرآن کریم با دیگر در تناقض بیانه و هر کس این سخن را بگوید معلوم است که از قرآن کریم هیچ بهره ای نبرده. بریم سراغ این کتاب برهان الحق. حالا باز نوشته خود ایشونه، درس 5 یا فصل 5، ارکان اهل حق. ارکان اعتقادی اهل حق چیه؟ خب یه شعر به کردی گفته: یاری 4 چیون، باوری و جا، پاکی و راستی، نیستی و ردعا. این 4 تاش که بعد فارسیه. میگه دین ما، یعنی به اصطلاح دین یارسانی 4 تا پایه داره. پایه اولش پاکی است، دومیش راستی است، سومیش نیستی است و 4میش هم چیه؟ ردعا. خود قرآن هم به کار برده، ردعن، نظیر این تعبیر بر حضرت موسی علیه السلام، یعنی یاور. پاکی مشخصه چیه، راستی معلومه چیه، اگر البته واقعا عمل بکنن. این بحث نیستیش مطرحه. این کلمه نیستی معناش یعنی چی؟ همون حرفی که همه صوفیه میزنن. نیستی یعنی نیست و نابود کردن کبر و
غرور و خودپسندی و خودخواهی، هوا و هوس شیطانی، طغیان شهوانی، تمام رذائل اخلاقی از خودش و به طور مطلق تسلیم مقدرات شود، غیر از رضای خدا چیزی نخواهد و به عبارتا اخرى از خود بی خود و فناء فی الله گردد. عرض کردم گاهی اوقات بین اهل حق و بین صوفیه دیگر اشتراکاتی پیدا میشه. از جمله اشتراکات چیه؟ این که سیر نهایی حرکت انسانی در میان صوفیه سرانجام به این که خدا بشود خلاصه ختم میگردد. آقا چقدر وقت داریم؟ بگیم 5 دقیقه. به صلوات محبت بفرمایید. در جلد دوم کتاب آثار الحق صفحه 16 گفتار 36 اینا اعتقادات شیعیسا، یادمون نره این قضیه. اولی الامر لازم نیست حتما پادشاه باشد. کی گفت اولی الامر اصلا باید پادشاه باشد؟ پیر یا دلیل هم می توانند اولی الامر باشند. اولی الامر بنابر روایات فراوان و بنابر آیات قرآن مقدس که قطعاً برامون مشخص میکنه مصادیق اولی الامر رو، غیر از افراد معصوم که ائمه خدا علیهم السلام باشند، 12 نور مقدس، دیگران نمیتوانند باشند. الان وارد این بحث نمیخوام بشم، اگر بشم حداقل 1 ساعت وقت لازم داره. اولی الامر بنابر آیات قرآن کریم و بنابر روایات فراوان متواتر در آیین مقدس تشیع، آیین حقه تشیع، جز ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نمیتوانند باشند. لذا ایشون تو این بیان چند تا غلط مرتکب شده. ایشون این که میگه اولی الامر حتما لازم نیست پادشاه باشه، این مسئله پادشاه اولی الامر بودن یک اعتقاد سنیه. سنیانن که میگویند اولی الامر یعنی پادشاهان، یعنی رؤسای جمهور. اعتقاد شیعی خالص این است که جامعه اولی الامر جز بر تن 12 نور پاک که مولا امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه تا حضرت بقیت الله باشه، فقط بر اندام اینان برازنده است و بس. ولی ایشون غیر از این که حالا این غلط اول رو مرتکب شده، غلط بعدش هم این که چیه؟ میاد برای مرشدهای طریقه حقم یه جاپا باز میکنه، عیبی نداره. یه آدمی که اعتقاداتش حلولی است و اعتقاد به تناسخ داره و میگه ارث و خلاصه اینجوری تقسیم نکنین و به عمرم بد و بیرا نمیخواد بگین، ایشون میگه خود بنده هم میتونم اولی الامر باشم. زیاد البته مطلب خدمتتون عرض کردیم که از بحثایی که اینا معتقدن بحث تناسخه. تناسخ رو فقط البته به این صورت که روح انسان بعد وارد یک بدن انسانی بشه به این مقدارش قادر نیستن. حتی در برخی موارد معتقدن که روح انسان میتونه متعلق به یک حیوان هم بشه، به این میگن مسخ. اولی میشه نسخ، دومی میشه مسخ. خب در صفحه 54 جلد دوم همین کتاب ایشون فرمودند ناگهان به من خبر رسید که گاف، یک اسم کلمه رمزی، رفت، روحش به صورت مرغ تیزبال زیبایی بود. هرچه صدایش زدم نمی ایستاد، به فرارش ادامه میداد. به طرف جنوب میرفت و به نزدیکی های ماه رسیده بود که مثل شاهینی رفتم، خودشو میگه که مثل شاهینی رفتم، پنجه انداختم، او را گرفتم و برش گرداندم چون او بدون اجازه فرار کرده بود. پس روح انسان هم میتواند از نظر ایشون به صورت چی در بیاد بیرون؟ به صورت یک پرنده در بیاد بیرون. منتها این بزرگوار انقدر قدرت داره که میتونه پرنده‌ای که رفته به نزدیک ماه رسیده تشریف فرما بشود اونجا بگیرتش و مجدد این رو به طرف زمین برش گردونه. این مزخرفاته. ولی یک عده آدم ساده باز بخونیم
صفحه 145 جلد دوم. عامل اصلی قتل حضرت امام حسین ابن زیاد بود. یزید مرد عیاش و دائم الخمری بود. شمر یکی از عمال ابن زیاد بود. حالا مشکل نیست. حالا عمر مرد عادلی بود و عدالت را خوب اجرا می‌کرد و برای اسلام زحمت کشید. باز قبل یادتون نرفته ها، ایشون گفت من توصیه میکنم به دوستانم که به جناب خلفا مخصوصا اولی و دومی بد و بیرا نکن. در این کتاب فراوان از این صحبت داریم. حالا سوال بکنیم آیا واقعا شما شیعه هستی و یا شیعه نیست؟ تو که گی من لب به لباب شیعه ام. اگر شیعه رو بادوم بگیریم، ما بادومه رو چلوندیم، روغن بادوم گرفتیم، خودمون روغن بادوم هستیم. نتیجه شده که چی؟ عمر مرد عادلی بود، خیلی هم برای اسلام زحمت کشیده بود. انشاءالله خدا ایشون رو با همون کسی اینقدر تعریف میکنه انشاءالله محشورش بفرماده. انشاءالله توجه فرمودی؟ باز ایشون فرمایش فرمودن صفحه 341. ما خیال میکنیم کرامن کاتبین وجودی است مثل سایر مأمورین مقرب خدا که می آید افعال خیر و شر ما را می نویسد، ولی نه. شما کرامن کاتبین نفهمیدین. شما که فهمیدین بفرمایید چیه؟ کرامن کاتبین همان اعمال و رفتار و افکاری است که از خود ما ناشی می شود، یعنی وجود خارجی نداره و این خلاف سوره انفطار قرآن کریم به صورت مطلقش است. خدا میگه ما اینا رو مأمور کردیم بنویسن که اونا اعمال رفتار ما هستن. از این نمونه 4 تا آدمو کنار خودش دیده و خلاصه برداشته از هر دری سخن گفته و تازه میگه ما دینمون آیین حق است و از این بهتر هم دیگه پیدا نمیشود. خدا انشاءالله ما را از شر وساوس شیطانی، از انحرافات و از افتادن در دام این گونه شیادان نگهداری و نگهبانی بفرماید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. یه صلوات و محبت بفرمایید.